سطحش حاضره نگران کننده هست. نگران کننده به کدام معنا؟ به اون معنایی که سال از سال بدتر می شود. سالهای نالوم دهم همون ژورنالیست هایی که بودند در این سمت کادر لازم برای آماده کردن کادر ژورنالیست اقتصادی بعضی بقوه در فاکولته های ژورنالیستی، مثلا فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی. اینجا سوال پیدا میشد آیا ما میتونیم همه موضوعایی را که مردم میخواهند انعکاس کنیم؟ چی مشکلی هست در سمت انعکاس کردن، مطرح کردن این موضوع اقتصادی؟ مسئله اساسی طلبات. خب طلبات باید باشه، مردم نمیخوان. اگر ما به این فکر هستیم که مسئله اساسی طلبات هست، یعنی برای مردم جالب است. подкасте «Новый репортер». سلام علیکم بینندگان گرامی، شما باز به یکی از پادکست های دیگری سایت خبرنگار نو خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی با مهمانان خود در این نشر موضوع ژورنالیستیک اقتصادی در تاجیکستان یا اینکه چرا در تاجیکستان ژورنالیستیک اقتصادی زیاد رشد نکرده است را به بحث میکشیم. مهمانان من در این نشر پیرو چهارشنبیف، شارح اقتصادی و تحلیلگری معروف اقتصادی آزیا پلوس و عثمان نیازوف، معاون سرمحرری روزنامه تاجیکستان و همچنین یکی از مؤلفان مطلب‌های اقتصادی در این رسانه. خوش آمدید به صحبت. خب طوری میدانیم در تمام دنیا تقریبا حتی در کشورهای همسایه ما رسانه‌های مخصوص اقتصادی است. مثلا در روسیه تلویزیونی مخصوص اقتصادی است، RBK، روزنامه‌های مخصوص است، مجله‌ها، سایت‌ها، پایگاه‌های مخصوص اینترنتی که خاص موضوعهای اقتصادی یا تحلیل‌های اقتصادی را انعکاس می‌کنند، پیش می‌برند. در کشورهای آسیا مرکزی هم هست، در قزاقستان، در قرقیزستان، در ازبکستان. اما در تاجیکستان یگان وقت ما رسانه‌های رشد کرده اقتصادی نداشتیم. بعضی ایده ها بود پیدا شد، بعضی نشریه ها پیدا شد، از جمله هفته‌نامه فکت کامنتاری پیدا شد و فکر کنم در اول فکت کپیتال بود، بعد فکت کامنتاری شد. بله. بعضی مجله های دیگر پیدا شد از جمله اقتصادچی و این چیزها، اما موفق نشدن، زیاد پیش نرفتن. امروز در رسانه های تاجیکستان، رسانه هایی که داریم بسیار کم به موضوع های اقتصادی رو میارن. مؤلفان یا ژورنالیستانی که موضوع اقتصادی را انعکاس کنن، تحلیل کنن زیاد کم داریم و میشه گفت که ژورنالیستیک اقتصادی، روزنامه‌نگاری اقتصادی در تاجیکستان رشد نکرده است. حالا اون که ما یک اقتصادی گزارش داریم، مشکلات زیادی اقتصادی داریم، موضوعهای بسیار زیادی هست که باید انعکاس کرد و مردم دانستن میخواهند که برای چی مثلا وضع اقتصادی ما چنین است. میخواستم از اینجا با صحبت آغاز کنیم که برای چی همین وضع ژورنالیستیک ما مشاهده میشه. ژورنالیست که در شرایط موضوع اقتصادی این همون خرید فروش است. اینجا اگر یک مال و محصولات فروشند، اینجا البته همون خبر و موادهای باید میکنن که باید فروش رود، یعنی که طلبات باید باشد به همون موادها. خودش طلبات کشور دیگر باید خودش پیش میرود، چیز نیست. لیکن در دیده در جامعه ما طلبات با اخبارات اقتصادی کم است، بیشتر توجه به یعنی خبرگزاری گویم اجتماعی و معیشی هست و بعضا سیاسی هم هست، بسیارتر کمتر هست، لیکن اقتصادی عموما خیلی طلبات نیست، مردم نمیخوانند. ولی به نظر میرسد که بعضا موضوعهای اقتصادی خریدار زیاد دارند. مثلا مثال آخران نرخ پیاز در تاجیکستان، تمامی مردم این موضوع را پیگیری میکنند و رسانه هایی که این موضوع را انعکاس کردند، حالا ما نمیگیم که تحلیل کردن، دلیل هاش یافتن، حتی در سطح یک خبر عادی ما دیدیم که خواننده زیاد دارد، شبکه‌های اجتماعی اینو به بس کشیدن. به نظر میرسد که موضوعی که برای مردم مهم است حتما خواننده دارد. شاید سبب نخواندن یا خریدار نداشتن این موضوع در جای دیگر باشد، شاید درست بررسی نمیشه، درست انعکاس نمیشه.
درست گفتید. من گفته بودم که توجه بیشتر در جمعیت ما در تاجیکستان با مسائل اجتماعی معیشی است. معیشی همین و میگوییم که در زبان روسی بیتاوی میگیم همون است. مثلا همون چیزی که شما حضور گفته ایستید، نرخ پیاز و نرخ سوزشواری باشد و مثلا قرب دلار باشد و دیگر چیز، برای همین توجه هست که اونجا جنبه اجتماعی معیشیش در پیش است، نه اقتصادیش. درست. البته این موضوع را ما با بیشتر با بحث میکنیم. عثمان، شما چه فکر دارید؟ برای چی ژورنالیستیک اقتصادی بسیار نارشد کرده داره؟ سوال شما اصلا این است که چرا ژورنالیستیک اقتصادی رشد نکرده است و راههای آن یا کدام عامل‌ها سبب این شده میتونند؟ از نگاه من پیش از همه در این سمت کادر لازم. برای آماده کردن کادر ژورنالیست اقتصادی بعضی بقوت در فاکولته های ژورنالیستی، مثلا فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی و دیگر فاکولته هایی که دیگر دانشگاه دارند و در این سمت یعنی متخصص آماده میکنند. ببینید شما که پرورده فاکولته ژورنالیستیک هستید و ما نیز پرورده فاکولته ژورنالیستیک هستیم، همگی اگر یک سمستر که من در یک سال فقط تنها نظر اقتصاد میخونیم که اونجا پورا مسئله های اقتصادی یا انتخاب موضوع، پیگیری، مقایسه موضوع و نظری کارشناس گرفتن در اونجا گفته نمیشود. از نگاه من باید که اول ما بعضی بقوت آماده کردن ژورنالیستان سمت مشخصن موضوع اقتصادی رو در این سمت اول یک برنامه مشخص داشته باشیم. ما میدونیم که در فاکولته ژورنالیستیک استادان نظریه‌چی یعنی که دانش نظری داریم ما. فقط در این فاکولتیت ها متخصصان عملی نمیرسند. چی باید کرد؟ اونهایی که مثلا میخوان که در سمت ژورنالیستی اقتصادی کادر آماده شوند و در رسانه های ما، خواه تلویزیون باشد، خواه رادیو، خواه رسانه های الکترونی فعالیت کنند، ما تکیه به ژورنالیستایی کنیم که آنها در سمت اقتصاد مواد آماده میکنند و درس های عملی رو اینها گذارند در فاکولته های ژورنالیستی. مسئله دیگر، ما میدونیم که در فاکولته های ژورنالیستی از روی سمت مشخص، یعنی مثلا گیریم اگر آموزش زبان‌های خارجی گروه های مشخص تقسیم میکنند، چرا ما گروه های علاهیده که مخصوص برای آماده کردن ژورنالیست های اقتصادی یعنی کادر آماده میکنیم تأسیس ندهیم؟ چرا مثلا همکاری رسانه هایی که در اونجا ژورنالیست اقتصادی مواد تهیه میکنن؟ نکته که شما اشاره کردید یکی از نکته های مهم است که همیشه در بحث گفته میشد، ولی فکر دیگر هم هست. میگن از اون که مثلا شما یک ژورنالیست سمت اقتصادی آموزش دهید، موضوع اقتصادی را آموزانید و آماده کنید، آسان‌تر است مثلا یک اقتصادچی که فاکولته اقتصادی خوانده است، در رشته اقتصادیات خوانده است و نوشتن میتوند، آسان‌تر است که وای را شما گرفته مثلا در قالب مطلب های ژورنالیستی نوشتن یاد دهید و وای میتواند که تحلیلگری خوبتر باشد یا موضوع اقتصادی را خوبتر بررسی کند. این روی حل نیست به نظر من. او دانش نظری دارد و او تا کجا مثلا احتیاج یا توجه به شما دارد این سوالی دیگر است. نگاه من این است که فکر نمی‌کنم که متخصص‌تر است و اقتصاد از من و شما خوبتر می‌داند و می‌تواند که تحلیل‌های کارشناسان دانش و نظری است. دانش و نظری است. ژورنالیستیک این نیست که مثلا تنها نوشتن باشد، تحلیل، گرفتن آمار، نظری کارشناس، مقایسه کردن موضوع. یعنی وای میتواند که یاد گیرد این چیزا را در اداره شما وقتی که به کار آمد، وقتی که با شما همکاری میکنه میتونه یاد گیرد، نوشتن، مثلا تحلیل کردن، گرفتن آمار، به اصطلاح در کوچه و بازار گشتن و مقایسه و قیاس، این چیزا، یعنی کارهایی که در قالب اثر ژورنالیستی نوشتن یاد گیرد و مطلب خوب نویسد. در هر صورت من فکر نمیکنم که پرابلم کلان این که ژورنالیست که اقتصادی در ما رشد نکرده فقط همین موضوع باشد که مثلا در فاکولته یا رشته های ژورنالیستی ما ژورنالیست را از روی سمت مشخص، مثلا ژورنالیست اقتصاددان، ژورنالیست سیاستدان بگیریم، نمیدونم ژورنالیست مسائل روابط بین الملل، این چیزا. من وقتی که همین موضوع را میخواستم که برای همین صحبت بررسی کنم، بعضی چیزا رو آموختم. در بعضی از سایت های اینترنتی بعضی گپ‌های عجایب گفته، از جمله
یکی از مؤلفان نوشته بود که در جایی که خود اقتصادیات مشکل دارد، پرابلم دارد، نمیتوند که ژورنالیستیک اقتصادی پیشرفته باشد. و این فکر راضی شدن ممکن است. حتی میخوام هست میگن که ما اقتصادیات نداریم توجیستون، خیلی چیزی یک دور از وای است. حقیقت است اقتصادیات حتی هر یک خانواده اقتصادیات خودشون دارد. همون درآمد خراجاتی که خانواده هست همون خودش اقتصاد است. چیز دیگر، مسئله دیگر چگونه اداره کردن اون اقتصادیات است مشکل. و شما حاضر من فهمیدم که هر دوتون همون ختم کرده فاکولته ژورنالیستیک هستید. من حتی نمیدونم در اونجا 5 سال چی میآموزند. خودم معلومات مکتب میون ندارم، خلاص ندارم چی میآموزند نمیدونم. لیکن من میدونم که مثلا در همون مدرسه دوران شوروی بعد یکم سال علاقه به اختصاصها تقسیم میکردند. یکیش گویم که دکتر دندان و دکتر بینی و گوش و دیگر هر کس همون چیز خودش را میخواند. در ژورنالیستیک باید همون فاکولتیت ها عموما در لازم نیستند، بهترش که روی فاکولته اقتصادی یا فاکولته حقوق‌شناسی یا دیگرش خوانده اگر نیت ژورنالیست خوب شدن داشته باشه، تمام کرده بعد آمده خیلی یاد گرفتن نویستن اگر همون وایداری نروسا خواد که میگند از همه ضرور برای ژورنالیست که تواند قپیدن و مسئله و کشیده گرفتن و فصلاخش پرداخته مسئله گذاری کند. اگر داشته باشی 3 هفته در یاد میگیری نویستن چیز از ضرورت. بعد خیلی همون طلبات حاضر شما میگوید که چیز متخصص نداره. متخصص تیار کردن و چیزی مشکل نیست. حتی همون ژورنالیست که به حالش مانیم و خودی کورسا میشود تیار کردن، متخصص تیار میشود. اینجا یگان چیز مشکل ندارد. مسئله اساسی طلبات. همون طلبات باید باشد، مردم نمیخوان. اگر ما به این فکر هستیم که مسئله اساسی طلبات است، یعنی برای مردم جالب است، با کدام راه ها میتونن جالب کرد موضوع اقتصادی را برای اودیتوریا؟ شما مثلا یکی از مؤلفان دائمی مطلب های اقتصادی در رسانه‌های تاجیکستان از جمله آزیا پلوس، کدام راه ها وجود دارد که همین موضوع های اقتصادی را جالب کرد؟ همکارمون حاضر گفته بود که چیز کردن، دعوت کردن متخصصان در کار تو که ویا کار کنن. میدونی چی؟ ولی متخصص زبان خودش دارد. زبان متخصص قطعی اهالی مردم عادی یگان چی نمیفهمند. کار یکی از کارهای اساسی ژورنالیست، یکی از که وظیفه های اساسی ژورنالیست این است که چیز مشکل گرفته به زبان مردمی و آورده فهموندن در کار. حاضرش طلبات شما میگید که چی کار کردن در کار که طلبات زیاد باید شود. گرفتن در کار همون مسئله هایی که با اجتماعیات و خودش تمام اقتصادیات با اجتماعیات و معیشت چیز دارد، لیکن همون مسئله گذاری کردن در کار که خوانند. بسیار من خودم خیلی زیاده از 10 سال در همین سمت کار کرده ایستم، میدونم علاقه کدام موادم میخوانند کدامش نمیخوانند. لیکن یه هستن موادهای تیار میکردیم که مشکل تر است. برای مثال داریم بخش انداز بودجوی از همه چیز مشکل همین بخش است در اقتصادیات. میشود که باید که همون کودکس نو قبول کنند، همون فهموندتی همه و نمیخوانند، لیکن هستند در اینجا تشکیلات خارجی هستند، اینجا هستند اقتصاددان ها، برای همون ها باید تیار کرد. لیکن طلباتی که مثال گویم که در امریکا یا اروپا یگان دولتش با موضوع اقتصادی هست در ما نیستین. البته باید همون دانش مردم، فهمش مردم وابسته است و تیار کردن و چیزی مشکل نیست. شما چی فکر دارید؟ چیکار کنیم که موضوعهای اقتصادی یا با اصطلاح همین ژورنالیستیک اقتصادی برای خواننده برای اتور جالب شود؟ ببینید یکی از طلبات اساسی مواد این عموفهم بودن است. بله. برای عموفهم بودن این مواد دلخواه موضوع و سیاسی است، اقتصادی است یا اجتماعی دیگر سمتو، یعنی برای این متخصص همون سمت لازم است. نمیتواند مثلا ژورنالیستی که پیوسته موضوعهای سیاسی یا اجتماعی پیگیری میکند یک بار با موضوع اقتصادی هم دست نده یا تحلیل کند. یعنی مشخص باید باشد. برای مشخص باز برمیگردیم سر کادر.
то шумо дар идорае ки фаъолият доред, яъне редаксия, кадри арзандаро омода накунед. Масалан ӯро роҳнамоӣ, яъне роҳнамоӣ накунед барои пайгирӣ ва ё интихоби мавзӯи вай шумо мусоидат накунед. Ман фикр мекунам ки мавзӯи дурусти ҳам интихоб карда наметавонед ва ба аудитория ҳам таъсир расонда наметавонед бо мавзӯе ки пайгирӣ кардед ё омода кардед. самти дигар ба саволи қабли шумо ман як маротиба дигар бармегардам. шумо гуфтед чандин расонаҳое ки махсус ва самти иқтисодиёт, яъне таъсир ёфтанд ва дар муддати кӯтоҳ фаъолият накарданду барҳам хӯрданд. чаро онҳо барҳам хӯрданд? агар онҳо кадр медоштанд, агар онҳо стратегияи мушаххас медоштанд, ман фикр мекунам ки онҳо барҳам намехӯрданд. барҳам хӯрдани як расонаро ба омилҳои дигар, омилҳое ки таъсир, фишорҳои рафт доданд, ман фикр мекунам кори хато аст. агар стратегия мушаххас бошад, агар як барномаи таҳризшуда бошад ва стратегияи дарозмуддат бошаду самти муайян дошта бошад, ман фикр мекунам ки он расона умри дароз мебинад. хоб ин аст. дуруст аст. масалан ҳамаи мо журналист ҳастем, кор мекунем дар ин бахш, медонем ки аудитория бештар чизеро мехонад ки барои вай ҷолиб аст, яъне мавзӯе ки ба дарди вай мехӯрад. гирифтем ҳамин рӯз агар дар Тоҷикистон масъалаи нархи маҳсулот мавзӯи рақами як аст, оя шумо агар инъикос кунед мехонам, ёки барои чӣ масалан дар Тоҷикистон нархи орд дар 5 соли охир ҳамеша боло рафту поин намеравад, ё бигирем ки шакар ё маводи сӯхт, маводи сӯзишворӣ, бензину, газу чизои дигар. ино мавзӯъе ҳастанд ки ҳамеша хонанда доранд. ё гузашта аз ин мавзӯъҳои калони дигари иқтисодӣ, масъалаи монополияи иқтисодиёт, масъалаи масалан гурӯҳҳои мафиёӣ дар иқтисодиёт, хуб намедонам дар дасти доираҳои танг афтодани тиҷоратҳои калон, ин чизҳо, ё масъалаи бигирем ки имконият надодан ба ҳама, имконияти яхела надодан ба ҳама бозингарони иқтисод дар бозор, ин чизҳо. баъд инҷа суол пайдо мешавад, оё мо метавонем ҳама мавзӯъҳоеро ки мардум мехоҳанд инъикос кунем? чӣ мушкилӣ ҳаст дар самти инъикос кардан, матраҳ кардани мавзӯъи иқтисодӣ? мушкилӣ мисол барои ман аз рӯи таҷрибаам гирам, мушкилӣ аввалин дараҷа барои иқтисодиёт аз ҳама пеш факту рақам дар кор. иқтисодиёт намешавад ранги сиёсату масъалаҳои иҷтимоӣ гирифта як чиза гуфтан дар кору баъд би ягон факт далел метавонад инҷа ҳар ҷумлае ки навистӣ бояд ки бо ҳамон рақаму бо ҳамон факту далелаш ҳамон ҷумлаатон накунед. мушкилӣ ҳамин аст ки дастрасӣ ба ҳамон факту рақаму дигару дигар омор дорем 10-солао шудааст. ҳамин омори гӯем ки ҳамон интиқоли маблағҳо муҳоҷирон наметиҳам бегӯем ки наметиҳем. дар қонунгузорӣ ягон вай нест, ягон мушкил нест, ман намекунад ягон вай нест. ё ки мисол барои алюминий муроҷиат мекунад ки чӣ қадар имсол талко истеҳсол кард, наметиҳанд. бисёр чизое наметиҳанд. ба даст овардани маълумотам кори сахте аст. дастрасӣ ба вай. дуруст пайра бисёр масъалаи дуруст қайд кардан. яке аз мушкилоти асосӣ ин дастрасӣ ба иттилои дақиқ, маълумоти оморӣ. масалан шумо агар муроҷиат кунед агентии омор барои содирот ё истеҳсоли дилхоҳ маҳсулоти кишоварзӣ, агентии омор як маълумот мегӯяд, ниҳоде ки масалан ё гӯем вазорати кишоварзӣ ё дигар ниҳодҳое ки марбут ба ҳамин самт ҳастанд омор дигар пешниҳод мекунанд. яъне духӯрагӣ дар инҷо вуҷуд дорад. и ба фоидаи мо нест? вақти маълумот албатта матлаб ҷолиб мешавад. дуруст аст, хуб мешавад. хуб мешавад ки мо мавзӯъ боз беҳтар омода кунем ва ҳамон ниҳодҳое ки омори дурӯғ медиҳанд ё оморе ки омори дуруст намедиҳанд ба риштаи интиқод кашем ва онҳоро дар назди ҷомеа як нав нишон диҳем ки фаъолияти онҳо то куҷо дуруст аст. аз тарафи дигар барои журналист ҳам камтар мушкилӣ пеш меояд ки барои гирифтани иттилоъ дар фикр мемонад ки кадом иттилоъро барои мардум пешниҳод кунад, то куҷо ин дуруст аст.
ولی در خود دسترس کردن معلومات از نهادهای اقتصادی، از بانک ملی، وزارت اقتصاد، وزارت مالیه، کمیته سرمایه‌گذاری، نمیدونم کشاورزی، ریاست‌های شهر نایها، شما با مشکلی مواجه میشید؟ تنها با یک مشکل مواجه میشیم، بیشتری مثلا اونهایی که مثلا مسئول مرکزی مطبوعاتی همین نهادها هستند، طلب آنها یک است، مکتوب پیشنهاد کنید. یعنی شما مکتوب پیشنهاد میکنید، الکی مقصد شما اونجا گفته میشه در همون مکتوب، یعنی پیگیری دلخواه موضوع. خواهیم نخواهیم همون راهبر یا مسئول همون نهاد مانع پیش میارد یا کوشش میکند که از دادن اطلاع سرپیچ کند. یکم ضمناً آنها پیشنهاد میکنند که سوال‌ها رو پیشنهاد کنید. وقتی شما سوال پیشنهاد میکنید، میگید که فلان موضوع ما میخوایم این اطلاع گیریم و من با این سوال‌ها پاسخ بدید، خواهیم نخواهیم اون راهبر نهاد به هر واسطه کوشش میکنه از دادن اطلاع سرپیچی کند و این موضوع تا اندازه در همون شب روز شاید کهنه شود، دیگر شما نمیتونید موضوع رو پیگیری کنید. مجبور میشید که تکیه به آمارهایی که در شبکه‌های اجتماعی میبرایند یا نظری مردم است. ولی درست مسئله دسترسی به اطلاعات در تاجیکستان همه گونه اطلاع یکی از مسائل بسیار داغ و سخت است، خصوصا در چند سال اخیر. حتی توسط درخواست یا همون مکتوبی که میپرسن شما معلوماتی برای خودتون ضروری دسترس کردن نمیشه. شما مکتوب میکنید، مثلا بگیریم که بلاک اقتصادی است یا مقامات حفظی حقوق است یا کجای دیگر، مکتوب میرد اونجا میرسد، مکتوب میخواد به شما پاسخ میدهند. این موضوعی که شما میخواید مطرح کنید در حال حاضر مثلا در بررسی است یا که وابسته به این موضوع متخصصان ما در برنامه‌های تلویزیون اشتراک کردن، ما ضرورتی شرح دوباره نمی‌بینیم. یعنی بهانه‌هایی هست که از دادن همون موضوع چی میکنن؟ خودداری میکنن. حتی یعنی من گفتنی هستم که حتی مکتوب فرستادنم راه آسانی به دست آوردن اطلاع نیست، شما مجبور میشید که حتما راه دیگه. ولی در هر صورت تجربه کاری مثلا پیرو در آسیا پلوس، تجربه کاری شما در تاجیکستان و رسانه‌های خودتان سایت پرستیجی و اینا نشان میدهد که در هر صورت موضوعهای اقتصادی، یعنی در هر صورت ناوابسته از چیزی که ما در اینجا میگیم، خواننده دارد و اگر ژورنالیست‌ها به طور کسبی تر به این چیزا رو بیارن خوب است. ولی گپ سر این است که بسیار رسانه‌های ما صرف نظر میکنن، ندارن. مثلا نفری که موضوع اقتصادی را انعکاس کنه نداره. یکی اگر موضوع پیدا شد، یک نفری که همیشه ساحه فرهنگ می‌رسد میگه که تو همین موضوع را ببین. گپ سر این است که امروز در رسانه‌های دنیا فرمت‌های و شکل‌های نوی پیشنهاد معلومات پیدا شده است که بیشتر با موضوع اقتصادی رابطه داره. از جمله همین فرمت یا با اصطلاح شکلی ژورنالیستیک دانیخ یا روزنامه‌نگاری داده ها یا این به اصطلاح در قالب اینفوگرافیک یا دیگر فرمت های نوی که امروز در ژورنالیستیک پیدا شده در این قالب پیشنهاد کردن مطلب ها. من میدونم که پیرو در مسئله ژورنالیستیک داده ها کار میکند، از جمله یک مطلب هم نوشته بودن در همکاری با بعضی همکاران دیگر در آسیا پلوس و بسیار خوبم قبول شده بود، خواننده‌اش هم بد نبود. ولی چون ژورنالیستیک داده ها یک گویی سرخرج است، رسانه‌های ما توان مالی هیچ ندارن، رشد نکردنش هم در تا حساب به همین وابسته است. بعضی سازمان‌های جمعیتی و بین المللی که به مسائل ژورنالیستیک سر کار می‌گیرند، تا این چیزا بعضی لایحه‌ها کردن، ما دیدیم که در دایره همون لایحه‌ها شد و بعد رشد نکرد. با فکر شما خود رسانه‌ها، صاحبان رسانه‌ها چیکار کنند که توانند از حساب پتانسیل داخلی همین فرمت‌های نو مثل ژورنالیستیک داده‌ها، اینفوگرافیک این چیزا را پیش برند؟ چون که بین نمیشد مثلا در قالب‌های کهنه کلاسیکی پیشنهاد کردن مطلب و خواننده را بسیارتر می‌گریزه. شما مثلا چی تلاش میکنید در رسانه ختم برای همین کار کردن؟ وابسته به تکیه به فرمتی که شما گفتید در شکلی دیتا ژورنالیستیک، اینفوگرافیک دیگر شکل‌های پیشنهاد مواد،
ростига мо такя ба ягон созмон накардем то ҳозир ва дар доирае ки потенсиали худмон дорем дар заминае ки омӯзише ки мо аз таҷрибаи расонаҳое ки мо бо кишварҳои дигар масалан аргументи фарқ дигарро ҳамкорӣ дорем ва аз онҳо мо омӯзиш гирифтем такя мекунем махсусан пешниҳоди инфографика мо қариб аслан ин самти журналистикаи чандрасонаи тақрибан 2-3 сол шуд ки ба Тоҷикистон омадорем ба он дараҷаи шакл нагирифтааст новбаста аз ин мо ҳам давоми 2 соли охир такя ба ҳамин самт карда истодем ва кӯшиш менамоем ки дар матлабҳое ки таҳлилӣ ҳастанд ё таҳлили интиқодӣ ҳатман шакли инфографикро истифода барем. шумо таҳлил доред, мушоҳида доред ки хонандаи матлабҳо дар қолабҳои классикӣ зиёд аст ё ки дар ин форматҳои нав таваҷҷӯҳи аудитория чӣ хел аст? рост дига мо таҳлил накардем. акипара дар матлабҳое ки шумо мекунед дар форматҳо чӣ хел аст таваҷҷӯҳ? чизе ки мегӯяд инфографика албатта ба он таваҷҷӯҳ бисёртар мешавад нисбат ба он ки ҳамаша гӯем ки як матни дуру дароз кардамонӣ албатта вай фаҳмотар аст ба як сурат акс бисёр одамо мегиранд ба вақти кам сарф мекунанд ҷоён ки як мақолаи калом хонанд. мо дар оғози суҳбат шумо ҳатто пайрави як масъалаи дигарро баррасӣ кардем, масъалаи кадр. дар ҳақиқат ҳаст. мо дар Тоҷикистон як анъанаи хуб дорем баргузор шудани нишастҳои матбуотӣ. хусусан мо дар нишастҳои матбуотӣ нафарҳои рақами 1-2 ҳамин ниҳодҳоро дарёфт мекунем ва онҳо суолгузорӣ мекунем. мушоҳидаҳои шумо чӣ гуна аст дар ҳамин нишастҳои ниҳодҳои блоки иқтисодӣ? рӯзноманигорон оё мавзӯъҳои доғи иқтисодиро метавонанд пурсанд, матраҳ кунанд? диҷа вай меган ки ҳамкоронамон ҳамкасбонамон меган ки дар ҳамон пресс-конференсия рафтан фоида ҳам надораду рафтанам дар кор нею, лекин ба назари ман як чизи нодуруст аст. чӣ гуна ҷавоб додани вазир бошад ё муовинаш бошад, касе набошад, аз худи журналист вобаста аст. журналист чӣ гуна метавонад савол пешниҳод кардан ва чӣ гуна метавонад ҳамон вазиру муовинаша тоб дода ҳамон чизи мехостагиаш гирифтаанд дар кор. ин сирф ба ҳамон вай профессионализми худи журналист вобаста аст. дар таҷрибаи шумо шудааст масалан дар нишастҳои матбуотӣ шумо суоле диҳед ки аммо раҳбарони ниҳодҳои иқтисодӣ аз додани ҷавоб худдорӣ карда бошанд ё баҳона ҷуста бошанд ки масалан инҷа ин хел аст ин хел кардан накор даст кашида бошад? як масъала аст. инҷа як хела гуфтан ки ҳамин хел аст ё ҳамин хел намешавад. ҳастанд роҳбарон, вазирон, раисони кумита бо чизҳо одамон донишманд, донишашон то сатҳи баланд аст. ҳастанд ки аз ким куҷо овардааст мондааст вай метарсад ҳатто аз ҳамон иттилооте пешниҳод мекардагиаш метарсад ки яке ягон чиз хато нашад. ин барои мисол ман мебарам вазири энергетика доштем Усмоналӣ Усмонзода. савол медодӣ вай мардак ҳамин хел дониши хуб дар ҳамин соҳа дорад ки ҳатто гӯем ки якта майда нерӯгоҳ гӯем ки дар як дараи чиз ноҳияи Рашт медонад аҳволаш чӣ хел ё ки ҳозира вай раиси барқи тоҷик пресс-конференсия охирон рафтем ку ҳамин хел ҷавоби хошрӯй вай кушод метиҳад ки ҳақиқатан ҳастанд бо вазироне ки чиз мекунанд худдорӣ мекунанд донишаш ки паст аст метарсед ки ягон чиз ноҷо нагӯяд. бале ин нукта ҳам бисёр ишораи хуб аст, яъне аз худи рӯзноманигор мисол вобаста аст. вале як масъалаи дигар аст. хуб гирифтем ки расонаҳои мустақил, расонаҳои ҷамъиятии хусусӣ ино дар ба даст овардани маълумот мушкил доранд, хуб имконияти молишон хуб нест. вале расонаҳои давлатии мо ки аз як тараф худро масъули инъикос ва тарғиби бигирем ки сиёсату дастовардҳои давлат медонад, аз сӯи дигар дастрасӣ ба иттилоот барои онҳо осонтар аст ва нисбат ба расонаҳои мустақил имконияти молии хубтарам доранд. чаро дар инҳо масалан барномаҳои иқтисодӣ ва мавзӯъҳои иқтисодӣ бисёр ба шакли сода ва ба истилоҳ русӣ ҳамун ба шакли бисёр примитив вай мешавад?
مثلا مثل تلویزیون‌های دیگر اونجا همین اینفوگرافیکا و تحلیل‌ها و چیزا وجود ندارد. برای چی مثلا در تلویزیون‌های ما چرا اونا این کارو نمیکنن؟ آیا یگان بار اندیشیدید این بار که برای چی؟ ارشاد یک چیز باید فهمید که ژورنالیستیکای دولتی و ژورنالیستیکای اپوزیسیونی وجود نداره. من رسانه‌های دولتی مستقل گفتم. زیرو. بله. ژورنالیستیک همون پرینسیپ اساسیش بی‌طرفی است. درست. روزنامه باشد یا تلویزیون دولتی باشد و البته طرفی دولت میگیرد. اگر حزبی باشد تماما. درست. اپوزیسیونش هم من ژورنالیست گفتم و یا نمیتوانم. ممکن اگیتاتور پروپاگاندیست باشند یا چیز دیگر لیکن ژورنالیست نیستن چون که پرینسیپ اساسی ژورنالیست این بی‌طرف باید باشد. اونجا بی‌طرفی نیست. اینش فقط اون چیزای پلیوسای خودش رو مینویسد و همون مینویسای طرف دیگر اونش هم همون هست. هر دو شک خلاصه و یا ژورنالیست این ژورنالیست که ولی من در نظر دارم مطلب‌های کارشناسی به اصطلاح برنامه‌ها، گزارش‌ها، نمیدونم فیلم‌های مستندی اکسپرتی کنن. مثلا برای چی سبب و عامل‌های بلند شدن نرخ پیاز نشود در تلویزیون بررسی کرد؟ مثلا برای این تلویزیون مستقل در کار. اسمش رو چی نظر در مورد رسانه‌هایی که شما گفتید دولتی یا غیر دولتی من این مفهوم وجود نداره. بحثی دولتی و غیر دولتی مطرح نیست. گپ سر است که واقعیت همین است که ما امروز در تاجیکستان دور موافق قانون رسانه‌های دولتی و غیر دولتی که مستقل هستند. گپ سر است که درباره چیزی هست درباره همون گپ میزنیم. یعنی رسانه‌های نه تلویزیون‌ها، رادیوها، حالا که همه اونها شعبه برنامه‌های اقتصادی، کشاورزی کیمچی دارن. درست. ولی برنامه‌های جالب که اودیتور درباره اونها همیشه صحبت کنن ندارن. برای چی؟ یکم میسی اساسی ژورنالیست نوبسته از اون که باید در کدام رسانه فعالیت میکند این نیکوسی وضع واقعی. درست. دوم در کدام شکل مواد پیشنهاد میشود تا کجا به افکار جامعه تاثیر میرساند. از سیاستی همون رداکسیا از کماندی که همون رداکسیا تشکیل کرده است از هم وابسته است. مسئله دیگر بررسی موضوع مثلا میگیم این شبروز بولاربی نرخی محصول کشاورزی پامیدور پیاز دیگر چیزا چند ساختاری که مثلا وابسته به همین موضوع نظرشون رو گفتن یک چیز میگن تغییر باد و هوا یا کمچینی حاصل. اما یگانه از همین نهادها نمیگن که چرا مثلا یک برنامه مشخص یک استراتژی مثلا نهادهای بلاک اقتصادی با حکومت یا ساختارهایی که مربوطه هستند پیشنهاد نمیکنن. من اطمینان دارم که سال آینده پیاز در همین شبروز ممکن 2 تا 3 سومونی فرآید. دیگر نمودی محصولات حتما قیمت میشه. چرا؟ تفکر مردم ما همین است. میگن که مثلا سال گذشته این محصول ارزان شد. این تجربه را بازار ما نشون میده. ولی ما میگیم که برای چی رسانه‌های دولتی که امکانیتی به دست آوردن معلومات خب امکانش خوبتر است با اونها بیشتر همکاری میکنن از نگاه مالیوی هم تامیناتش نسبت به دیگر رسانه‌ها خوبتر است. چرا اونها نمیتونن برنامه‌های جالبی در بخش اقتصاد پیشنهاد کنن؟ فکر میکنم از اونها پرسیدن در کار که با چرا این کارو نمیکنن. البته از اونها میپرسیم ولی من در نظر داشتم که مشاهدهش حالا اون که برنامه اخبار تلویزیون تقریبا تا 50-60% بلاک‌هاش یا کشاورزی است یا اقتصادی است. من راست گفت تماشا نمیکنم کمتر شعبه‌های مخصوصی برنامه‌های اقتصادی اجتماعی دارن با رادیوهای ما. ولی حساب این که موضوعایی را که ما فکر میکنم مردم میخوان جامعه را به تشویش آورده است نگران کرده است اونا را انعکاس نمیکنن یا درست انعکاس نمیکنن از همین حساب بیننده خوب ندارن یا شنونده خوب اودیتور خوب ندارن. ببینید حتما در هر برنامه‌های اخبار ما یک گزارش از کدام یک زمینی کشاورزی خواجگی دهقانی هست ولی موضوع را نه اون شکلی که حقیقتی موضوع از جامعه دانشجو میخواهد این گونه بررسی میکنن بلکه در شکل بررسی میکنن که یا راهوری همون خواجگی میخواهد یا نمیدونم چیز دیگر و نتیجه میشد که حقیقت ضرر میبینه جامعه معلوماتی درست نمیگیرد و هم موضوع جالب واقع نمیشد. فکر میکنید که
ما در همین سطح میمانیم، یعنی ژورنالیستیک اقتصادی ما در همین سطح میماند به شکل همین پراکنده، یا که ما در آینده صاحب رسانه‌های مخصوص اقتصادی میشیم، یا که این موضوعها فعالتر برمیگردد به رسانه‌ها. چگونه است؟ راستی گپ من چندان تلویزیونی دولتی خود تماشا میکنم و بیشتر تکیه به تلویزیونی خارجی دارم. یک روز غیر انتظار همین شبکه یکم رو پخش کردم که یک برنامه اقتصادی تحلیل رفته شده بود. همونجا مشاهده کردم که تکیه به اینفوگرافیک میکند، صفر نشون میدهد. من فکر میکنم که برای من جالب بود. خطا نکنم کدام ژورنالیست امرو هم با فکرم امروخون توجه بود. فکرم شما میشناسید. یک برنامه جالب هم کرد. تقریبا بیشتری حجم برنامه که پیشنهاد کرده بود تکیه به اینفوگرافیک کرد و نظر کارشناس. برای من جالب بود. شاید همین پیشنهادی موضوع‌های هم در همین شبکه‌های تلویزیونی نو شکل گرفته شده است، نو تجربه گرفته شدن. یعنی آنها البته آموزه نبودن. بله البته هست، ما نمیگیم تماما نیست، حتی در همین تلویزیون‌های ما هم در همین فرمت‌های نو هست، ولی در اینفوگرافیک فقط خود اینفوگرافیک را ساختن جالب نیست، در اونجا صفرها و فکت‌های واقعی باید آورده شوند. مثلا گفته میشد که مثلا در 20 سال اخیر در تاجیکستان 50 مرتبه مزد معاش زیاد شده است. هر آدمی که یک بار این چیز میشنود برای وی جالب است، ولی هیچ خیلی معاش بوده است که از 400 سوانی معاش میانه بالا نمیشد. وقتی 50 مرتبه زیاد شد، وای باید چقدر باشد که 50 مرتبه زیاد شود و 400 سوانی، یعنی این جنبه هاش هم باید تحلیل شود. فقط به اصطلاح همون فکت های اوریان گذاشتن و خواننده را به اشتباه بردن در کار نیست. وای فکت ها وقتی گفته میشه باید یک مقایسه باشد، یک چیزی باشد که یک فکری من در تقویت سوال شما پیدا شد. در همین سمت تلویزیون ها تکیه به نظری مقامات رسمی یا گیم به عباره کارشناس رسمی میکنن، یعنی در این معلومات رسمی که نهادها میتونه یه بار دیگه با پیشنهاد میکنن. اگر در همین سمت مثلا نظری کارشناس مستقل باشد، یعنی تحلیلگر باشد، من فکر میکنم این موضوع هم جالبتر میشود و هم بردی هم تلویزیون هم اودیتور میشود. اکبر دو مسئله هست. یکی پیدا کردن کارشناسان اقتصادی، تحلیلگران اقتصادی که با رسانه ها همکاری کنند، نظر دهند، فکراشون بگویند. دوم موضوع های حساس اقتصادی، مثلا بگیریم که مونوپولی بعضی نمودهای تجارت، بعضی بخش اقتصادیات یا پیدا شدن مافیاهای اقتصادی، این چیزا. در همین دو مسئله مشکلی وجود دارد. خیلی در موضوعهای حساس البته حتما مشکلی هست. یک مسئله تحلیلگرا چطور است؟ ما داریم همکاری میکنن، مثلا اینستیتوت اقتصادی، دانشگاه‌ها، این چیزا هستند و بعد سال 15 سیورشان خودداری کرده ایستند. لیکن برای من ضرور نیست که من حتما نام و نسب و جای کار همون و متخصص آورده نشان دهم. من میگم که من میتوانم به نامتون میتوانم، برای ما مهم آن است که نظرش چیست، نه آن که وی چیست. در این فرمت همکاری میکنه. در حاضر گفته ایستم که بعد سال 15 مشکل شد. من میشناسم یک اقتصاددان خیلی معروف کشورمون، بسیار خطیشم و میخوردیم، زمین زدیم، صحبت میکردیم. بهترین اقتصاددان سال 16 بود 15 بود، چیز کردم، پیش رفتم صحبت کردیم، گفت که دوران علاقه دیگر است که من نمیتونم اکنون همون روی راست پیش چیزی که میگفتم نمیتونم. یعنی اوضاع اجتماعی سیاسی هم روی در مسئله همین موضوعهای به اصطلاح حساس گفتیم. موضوعهای سرخواننده است اینا در تمام دنیا. مونوپولی ها، نمیدونم دست چند نفر بند ماندن تجارت، نمیدونم مافیا ها یا زدن و کشیدنی گرفتنی نمیدونم دارایی ها و تجارت و این چیزا، حتی بعضی موضوع های دیگری مثلا بیرون از این چیز، مثلا در اختیار شرکت های خارجی بیرونی گذاشتن ثروت های طبیعی، کان ها و این چیزا. در بله اینا همه وقت خواننده دارن. در این کاس این گونه موضوع ها مشکل ها پیش میاد برای شما؟ مشکل اگر شما در نظر دارید متخصص حاضر نه، من در نظر دارم مشکلات، یعنی شما همین اینیکاس کنید و برای شما یکم گپ شود، اداره شما کدام مقامات دعوت کنند، این چیزا در نظر من فشارها را در نظر دارم.
даъват ҳамаи вазорату идораҳое ки ман хидматшон кор мекунам даъват буд, ҳамаш даъват кардагӣ буданд барои суҳбат, якаш бештар, яке баъдтар, яке наздиктар. суҳбат ба маънои мусбат ё ба маънои фишор? ҳозир ман мегӯям барои шумо, ман рафтам, ҳамон роҳбар шахси аввал ё муовинаш қабул мекард, суҳбат мекардан, мехостанд ки як чиз сабук карда навистан гирем, чизҳо буданд, ягон чиз набуд, давление набуд. намедонам, ман коронам мегӯянд ки касе онҷа баҳ кардастанд, фишор овардастанд, дигар кор кардаистанд. ман аз соли 2003 дар инҷа дар журналистика кор кардаистам. ягон вақт хеле набуд, даъват мекарданд, ҳатто ба он мақомоти ба ҳама маълум муроҷиат буд ки биёед масъала гузорӣ кардем, лекин фишор набуд. ҳатто бисёрашон ماشین میفرستادند اونجا میآوردن با ماشین کاتگوری سیل میکردن. همین که از شما خواهش میکنن یا با شما میگن که همین موضوع را سبکتر نویسید، همین شما فشار قبول نمیکنید؟ من میدونم من فشار نمیم در برابرشون همه وقت، یعنی وای میکنم که در برابرشون برابر باشم. چیزی اگر التماس کرد جای اون با چیز من گیرم، گفت که ننویس، من میگم که بیون نمینویسم، اما اطلاعی پرم بده. من وقت کارشناس و متخصص میگیرم که در همون حالتی که نمایندگان وزارت اداره دخل دار همون مسئله نفهمانده جواب نداده دیگر وای نکند، من همون وقت مجبور میشم که با همون متخصصان بیرونی مراجعت کنم. این من فشاری نیستم، اون صحبتی که دارم من اون را فشاری ساده نمیکنم، برای اینکه من میگم که برابرشون برابر ایستاده یک چیز پرسیده است، من میگم که همین چیزا میتیم، لیکن شما باید ما با ایوازش همین چیزا تید. بسیار خوب، بسیار جالب است تجربه شما چی در مسئله دسترسی به کارشناسا و این چیزا مشکل داره؟ همکاران شما مشکل دارن در این رسانه‌های شما؟ میدونید یک مشکلی هست. کارشناسایی که ما همکاری میکردیم سن سالشون خیلی رفت، مثل نورالدین قیومов ساحه بانک و مسئله نظام اندازه خوب میدونن، حاجی عمرов بسیار آشکار بیان هستند و نظرشون رو بدون یگان مشکلی میگویند. ابرار میرسیدوف آشکار میگن. چند کارشناسان دیگری که سنشون کلان سال هستند و اونها برای اونها منفعت جامعه مهمتر است. منفعت گروه ها برای اونها این چیز یگان مهم ندارد. ولی کارشناسان کمتر نسل جوانتر احتیاطکار هستند، خیلی احتیاطکار. در دل اونها گویا یک ترس وجود دارد. اگر نظر آنها را در رسانه‌تون استفاده برید، آنها فکر میکنند که از جانب یگان مقامات یا ساختاری که اونها فعالیت میکنن یگان فشار میبیاد. در بعضی موارد هم کارشناسان جوان نظر خوب میگن و وابسته به موضوع میگن که مثلا نظر آنها، نام آنها تا کجا ذکر شود تا کجا ذکر نشود. هدف ما هم همین پیشنهاد موضوع است. موضوعی که هدف همین است. برای ما ماهیت ندارد که نام کارشناس میرود یا نمیرود. این چیز مهمه. رسانه ها خودشون بازیگری بازار اقتصادی نیستن. در مسئله موضوع های حساس چی؟ شما با این موضوع دست میزنید نمیزنید؟ هراس هست نیست؟ یا که مثلا با خود سانسوری راه میدید میگید که همین موضوع رو نکنیم خوبتر است؟ راست دیگه موضوعی که شما در نظر اگر موضوع حساس باشد و مثلا موضوع جالب اما حساس باشد، ما حتما رد کلیگه داریم، یعنی هیئت ایجادی و تحریریه با محاکمه میکشیم و وابسته به سمت مشخص حتما پیگیری کرده در رسانه‌ها انعکاس میکنیم. یعنی کوشش میکنیم که از همون موضوع خودداری نکنیم، برعکس. خیلی هست مثلا هیئت تحریریه شما مجلس کرد بررسی کرد که گرفتیم که همین مثلا مسئله در مونوپول کی بودن شکر نکنیم خوبتر است. این خیلی حالتا میشه که همین گونه تصمیم گیرید؟ نه، در یگان موضوع ما تصمیم نگرفتیم که هم موضوع چوب نشود. برعکس ما راههایی که هم لال به دست داید و هم یار نرنجد از این استفاده بریم. راههای بی‌ضررترش. در هر صورت من فکر میکنم که وابسته به تمایل میلان های نمی که در ژورنالیستیک پیدا شده ایستاده است، فرمت های نو پیدا شده است،
موضوعهای اقتصادی در آینده موضوعهای سرخواننده میشن. چون که همه گونه موضوعهای سیاسی و سیاست و اجتماع و همه چیز با اقتصادیات به واسطه ربط داره. امروز شما ببینید حتی همین بحث های سیاسی دنیا، بگیریم که جنگ روسیه در اوکراین اقتصادیات دنیا رو چقدر با چالش کشید. نرخ ها در اروپا و در آمریکا تمام دنیا تغییر یافت. حتی مثلا همه گونه مسائلی که در نزد سیاستمدارا گذاشته میشن که برای چی مثلا در ایران قرب ریال نسبت به دلار پس شد، مسئولان ایران میگن که این به جنگ اوکراین دخل داره. حتی در بعضی جایی که تماما موضوع اگر به این سمت دخل نداشته باشد میبرن به اون میچسبانن. این نشان دهنده این است که موضوعهای اقتصادی در آینده موضوعهای مهمی هست، همیشه مهم بودن و مهمتر میشن. اگر خلاصه کنیم به آخر صحبت برسیم، فکر شما درباره آینده ژورنالیست اقتصادی تاجیکستان چی است؟ در همین حالت میموند، پیش میره، چیکار میکنه؟ ژورنالیست اقتصادی تاجیکستان 108 حاضره نگران کننده هست. نگران کننده به کدام معنا؟ به اون معنایی که سال از سال بدتر می شود. سالهای نالم دهم همون ژورنالیست هایی که بودند بسیار تشان روسوان بودند و در مسائل اقتصادی می نویستند، مواد تئور می کردند، رفتن. کسی از جمهوری رفت، دیگر کس در همون تشکیلات خارجی کاری رفت و دیده ایستیم که سال از سال وضعیت بدتر شده است و همین خیلی موند رفتن گیرد، البته بدتر می شود. برای همین وای کردند، چاره جویی کردن در کار. چاره ها هستند، باید که همه یک جا شده با همون فاکولته های ژورنالیستیک خود اداره و یک وای استراتژی خوب قبول کنن که چگونه باید ما همین وای بازداشت کنیم که بدتر شده سال از سال. در دیگر دولت ها اگر پیش هر سال پیش رود تمام جنبه های حیاتشون در ما، مثال در همین سایه معارف، در همین چیز ژورنالیستیک قفا رفته است. متاسفانه همش از همون ساحه و سر میکنند، ساحه معارف. ببینید که در دولت ها 10 سال پیش 90% اهالیش سوادناک بود، حاضر 95-96 شده است. در ما در دوران شوروی 100% قریب 100% مردم صاحب معلومات بود. حاضر بینید چی خیلی شد. این با فکر ما تاجیکستان یگانه دولتی که برای درست قید کردن ژورنالیست اقتصادی رو به تنزل نهاده شده است. یعنی ژورنالیستایی که در سمت اقتصادی مواد تهیه آماده کنند خیلی انگشت شمار هستند، سن سال خیلی کلان سال هستند و نسل جوانی که موضوع اقتصادی تهیه کنند و نهادهای بلوک اقتصادی که مثلا مجرمی این یا آن همون سمت خودشون از برشته انتقاد کشند و مثلا اون رو با جنبش برند نمیرسند. در مجموع استراتژی آماده کردن کادرهای سمت اقتصادی. ژورنالیست‌های اقتصادی ما هستند، آنها نیز به عباره گیم دستکشک شدن، مثلا با چند موضوع دخل میکنند. حتما او با یگان سازمان همکاری میکند، منفعت و سازمان رو به نظر میگیرد، یا موضوع های سیاسی تحلیل دیگر موضوع آماده میکند. یعنی سرباری دارد و جای یک موضوع پیگیری کند تا آخر رساند چند موضوع دیگر به ذمه او گذاشته شده است و ردکس طلب میکند که مثلا همین موضوع ها مبرم هستند و تهیه کند. یعنی که او مشخص نیست سمتش، فکر او مثلا پریشان است، او مجبور است که چند موضوع پیگیری کنه و در نتیجه درست و سبب اساسی این که ما همین موضوع را بررسی کردیم همین بود که برای چی وضع چنین است و چگونه میشه وضع تغییر داد. در هر صورت ما یک فکر دیگر اگر اضافه کنم، بعد ببینید در تمام عموما رسانه‌های ما سیستمی گذاشتن گنرال، یعنی هر قلم است، همون حقیقی قلمی که در برای ژورنالیستی که موضوع اقتصادی پیگیری میکنند آماده میکند نسبت به ژورنالیستی که دیگر سمت رو پیگیری میکنند باید فرق کند، برای که او با آمار سر کار میگیرد، مشکل تر است، با آمار سر کار میگیرد، مثلا نظری کارشناس رو میگیرد، تحلیل میکنند. مثلا حتی وقتی که با تلفن اطلاع گرفت نمیتونه حتما به همون نهاد رو بعد خراجات طلب میکنند. همین مسئله هم اگر از جانب ردکسیون به نظر گرفته شود، من فکر میکنم تا اندازه سبکی هم میشود در این سمت.
تشکر. قسمی که گفتم هدف ما هم از این موضوع را به عنوان موضوع پادکست انتخاب کرده همین بود که چرا رشد نمی‌کند، چون که این به اصطلاح یک نانسنس است که در همه جا موضوعهای اقتصادی موضوعهای سرخریدار هستند، فقط از ژورنالیستیک ماست که اینا یک موضوعهای چندم درجه هستند. ولی شاید یک مسئله دیگر و گفتن در کار خیلی ممکن یکون کسی با سخت رسد و چی هم رسد، لیکن همون حقیقت است و گفتن در کار نگاه همون به ژورنالیست در تاجیکستان کمتر درسته. ما ژورنالیست باید فیلولوگ شود، شاعر و نویسنده و ژورنالیست با ژورنالیست فقط یک قرابت دارد، فقط یک می نویسند درسشون دیگر. اگر گوییم که برای شاعر و نویسنده همان پرواز ایجادی مادر جانی باشد که برای ژورنالیست همین پرواز میتواند او رو به جوابگری رساند. این تماما همین چیز هم هست، نگاه مردم نگاه همون نادرست است. من کاملا با شما موافق هستم. ژورنالیستیک این جامعه شناسی است، ژورنالیستیک این سیاست است، ژورنالیستیک این اقتصادیات است، ژورنالیستیک این حقوق است، همه چیز است غیر از اون چیزی که ما تصور میکنیم و شکلی که در فاکولته های ژورنالیستی ما آموخته میشن باید این چیز تغییر داده شد. و ما سالهای آخر احساس کرده ایستادیم که شیوهی که کادرها آماده میشن یا اختصاص و فاکولته های ژورنالیستی که پیش میبرن شیوهی نیست که به نیازهای جامعه تاجیکستان پاسخ مثبت داده تواند. برای همین خواه‌ناخواه ضرورت هست، من فکر میکنم هیچ تغییر مییابد. ببینید ما مثلا میگیریم فقط در یک دانشگاه ملی تاجیکستان 3 فاکولته اقتصادی داریم و تقریبا نزدیک به 70 اختصاص اقتصادی، نزدیک به 70. حالا که در دیگر فاکولته ها هم مثلا در گیولوژی هم رشته های اقتصادی هست، حتی در فاکولته کیمیا هست، در فاکولته داروسازی این چیزا رشته های اقتصادی، یعنی این چیزها هست. ما دانشگاه های مخصوص اقتصادی داریم در دوشنبه، دانشگاه تجارت، صاحبکاری و خدمت، مالیه و اقتصاد، دانشگاه کشاورزی. خب نیمی وزارت های ما بلاک اقتصادی است، نهاد اقتصادی. ما در ساختار اکادمی علم ها چند اینستیتوت اقتصادی داریم، اینستیتوت اقتصادیات، اینستیتوت مسائل آب و اکولوژی، این چیزا. ما اکادمی علم های کشاورزی داریم، ولی در یافتن کارشناس متخصصی که نظر دهد موضوع را برای رسانه ها شرح دهد، برای رسانه ها نه برای جامعه شرح دهد توسط رسانه ها مشکلی داریم. و چیزی اساسی دیگر این که اقتصادیات ما گرفتار مشکل است. صرف نظر از اون که نهادهای ما چی میگوین نمیگوین، جامعه گرفتار بحران است. سطح اقتصادی ما پست است، سطح درآمد مردم پست است، میزان بلندی مهاجرت مهنتی این خودش نشان دهنده آن است که در داخل وضع اقتصادی نگران کننده است. من فکر میکنم که همه اینها دلیل برای آن است که ما میتوانیم رسانه های خوبی اقتصادی تشکیل دهیم و در این سمت موفق شویم، یا موضوع های اقتصادی را در رسانه ها ما سیر خواننده کنیم، البته با نظرداشت آن چیزایی که ما در اینجا صحبت کردیم. از همین سبب برای صحبت بسیار خوب از هر دوی شما تشکر و با امید آن که این بخش در ژورنالیستیک ما رشد کند. بیننده عزیز، در اینجا صحبت ما تمام میکنیم و شما منتظر پادکست های نوی ما و موضوع های نو و جالب در آنها باشید. خداحافظ. Подкасте «Новый репортер».